تو هم از کار مردم خسته شده ای. پس این 4 نکته می تواند مسیرت را تغییر دهد. 1. یاد بگیر ارزش زمانت را بدانی. زمانی که با دست خودت کار کردی، ارزش هر لحظه زندگی را بهتر درک می‌کنی. 2. برای خودت هدف بساز، نه فقط برای دیگران. کارگری برای دیگران پایان نیست. شروع برای ساختن آینده خودت است. 3. مهارت جمع کن و تجربه بگیر. هر مهارت کوچک امروز، سرمایه بزرگ فردای توست. 4. به خودت باور داشته باش. با ایمان و تلاش می توانی از کارگری عبور کنی و رئیس زندگی خودت شوی. یاد داشته باش، کارگری برای دیگران تنها یک مرحله است، نه سرنوشت نهایی. مسیر موفقیت با تصمیم خودت شروع می شود. این ویدیو را زیاد به اشتراک بگذارید تا به دست هر نوجوانی برسد.